سلام و عرض ادب خدمت تمام شما عزیزانی که در داخل و یا خارج از افغانستان زندگی میکنید. امروز میخواهم در مورد یک چیز عالی و پرطرفدار ترین وسیله دنیا یعنی هوش مصنوعی یا به عبارت دیگر AI حرف بزنم. AI Artificial Intelligence. هوش مصنوعی که امروزه خیلی پیشرفت نموده است میتواند کارهای زیادی را انجام بدهد، مثل انسانها، حتی بهتر از انسانها. هوش مصنوعی یا AI میتواند کارهای ذیل را بهتر، آسانتر و عالیتر از انسانها انجام دهد. ساختن تصاویر، ساختن ویدیوها، برنامه نویسی، ساختن صداها و موسیقی، ساختن رایه و اسلاید و غیره کارهای مهم. سپاس فراوان. این بود پارت اول معرفی هوش مصنوعی. حالا اگر میخواهید چیزهای دیگر را هم از هوش مصنوعی بدانید، منتظر پارت دوم از چینل یوتیوب هاشمی AI باشید.